السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، امیدواریم از وبای امروزه کرونا ویروس همه در امین هستید. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. رقص تاریخی امام علی رحمان. سازمان جهانی تندرستی به حکومت تاجیکستان توصیه داد که از برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی خودداری کند. عالمان چینی دوای کرونا ویروس را اختراع کرده اند. با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، دفتر مرکزی یا شتاب تشدیدی عملیاتی ضد اپیدمیوی تشکیل گردیده رهبری آن به دوش سروزیر قاهر رسولزاده گذاشته شده است. شتاب قبلی که آن را جانشینان سروزیر عظیم ابراهیم و شیرین اسمت الله زاده رهبری می‌کردند برهم داده شد. به شتاب قبلی اساساً معاونان وزیرها و رئیسان کمیته شامل بودند. شتاب نو باشد از رهبران تمام وزارت‌ها و کمیته‌ها، کاتب شورای امنیت، دادستان کل، رهبران شعبه‌های دخلداری دستگاه رئیس جمهور و حتی رهبران برق تاجیک مطلوبات و دانشگاه طبی تشکیل شده است. طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان از 18 مارس سال 2020 به خاطر تطبیق چاره‌های پیشگیری از واردسازی و پهنشوی ویروس کرونا کووید 19 دفتر مرکزی جمهوری تأسیس داده شد. این همه تحت رهبری سروزیر، یعنی حکومت، به این نتیجه رسیده است که خطر کرونا به تاجیکستان واقعاً بزرگ است و برای مبارزه با آن باید تمام نهادهای دولتی با رهبرانشان جلب کرده شوند. در شتاب نو تنها خود رئیس جمهور نیست و خلاص، باقی همه منصبداران حضور دارند. البته این تصمیم باعث دستگیری است، چون کرونا ویروس جهان را به زانو درآورده است و کشورهایی که در آنجا پهن گشته میلیاردها دلار مصرف میکنند ولی هنوز نمیدانند با این ویروس چگونه برخورد کنند. کار و فعالیت در کشورهای به این وبا گرفتار شده تقریبا قطع شده، مردم در خانه‌هایشان حبس شده‌اند. در بعضی کشورهای اروپایی حتی برای خارج شدن از خانه جریمه معین شده است. مقامات تاجیکستان استعداد گرفتن تصمیم‌هایی را دارند که کسی به درک آن نمی‌رود، حتی خودشان، چون بعد چند روز یا هفته مجبور می‌شوند از آن تصمیم خود دست کشند. مقامات این استعداد را هم دارند که اول تصمیم می‌گیرند و وقت دانستند که تصمیم خطاست بالایش بد فکر می‌کنند. البته این اشاره ما به تصمیم تأسیس شتاب بزرگ نیست، به تصمیم‌های دیگر است. فکر می‌کنم همگان می‌دانیم. 3 هفته پیش قبلتر از همه کشورهای جهان، زمانی که بجز چند کشور خبری در کشورهای دیگر از کرونا نبود، مقامات تاجیکستان به خاطر پیشگیری از پهنشوی ویروس کرونا در مساجد را بستند. این تصمیمشان هم چندان حیرت آور نبود. حیرت آورش این است که بعد اعتراف خطر بزرگ کرونا و تأسیس شتاب فراگیری جمهوری امر شد در این مسجدها باز شوند. کمیته دین گفته است در این 3 هفته تمام مسجدها ضد عفونی شده اند، یعنی دزینفکس شده اند و دیگر نماز خواندن در آنها چندان خطرناک نیست. در حالی که پرسش فراگیری ما از نمازگزاران مناطق زیاد کشور معلوم کرد یگان مسجد ضد عفونی یعنی دزینفکس نشده است، یعنی
کمیته دین آشکارا دروغ گفته است. تضاد دیگر این است که قبل از برگزاری جشن بزرگ نوروز شتابی فراگیر تشکیل می شود. در حال سازمان بهداشت جهانی و همه متخصصان به این نظرند که مؤثرترین راه پیشگیری از پهنشوی ویروس بستنی همه جایهای جمعیتی و پیشگیری از جمعشوی آدمان در یک مکان است. اما مقامات تاجیکستان باشند 2 هفته است که 11,000 نفر طالب علمان و دانشجویان را در میدان درخوجند جمع کرده مارشیروفکا مشق میکنند و تصمیم دارند با شرکت چند برابری دیگری مردم جشن بزرگ نوروز برگزار کنند. گذشته از این به تمام ناحیه های ولایت سوغد امر شده است که برای سیر گل و لاله به خوجند از 100 تا 300 نفر نماینده فرستند. یعنی اگر خدای نکرده بین آن ازدحام 1 نفر بیمار باشد، برای مقامات ما فرق ندارد که بگذار تمام ولایت گرفتار کرونا ویروس شوند. امام علی رحمان که اگر ارزنده منصب هست، با این حال آن منصب جز رهبری انسامبل رقصی گلشن منصب دیگری نمیتواند باشد. با امضای فرمان تأسیس شتاب یک تصمیم احمقانه دیگر از جانب امام علی رحمان گرفته شد که اگر خدا نکرده این جشنها سبب پهنشوی ویروس در تمام کشور شدند، لگند بردارانش می توانستند گویند که امام علی رحمان خبر نداشت، جشن را به فرمان او تشکیل کردند و بعد که درک یافت به خاطر نرنجانیدن مردم آنجا حضور پیدا کرد. اما حالا که امام علی رحمان خودش فرمان تأسیس شتاب فراگیر را امضا کرد، زبان لگند بردارانش را کوتاه کرد و زیر حکم امضا گذاشت که اگر خدای نکرده کرونا ویروس در تاجیکستان پهن شد، سببگار اساسی پهنشوی ویروس خودش می شود. در این مساجد هم مطمئناً چند روز پس دوباره بسته خواهند شد. این به نظر ما است. چون اجازه نماز در آنها به آن خاطر داده شده است که 3 هفته است مردم سوال میکنند، میپرسند که چرا جمعشوی در مسجد خطرناک بوده است و در نوروزگاه نه. اکنون میخواهند این انتقادها را برای مدت خاموش کنند تا امام علی رحمان تواند با حضور دل در نوروزگاه برقصد. رقص امام علی رحمان در جشن نوروز در خوجند با سبب‌های دیگر هم ثبت تاریخ خواهد شد. زمانی که تمام جهان از دست کرونا ویروس و مرگ 10,000 نفر در ماتم نشسته است، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رقصیدن آمادگی می‌بیند. اکنون چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر درباره پیشگیری کرونا ویروس و تأثیر آن به معرکه‌های سیاسی و اجتماعی و ورزشی جهان همکارم صفیه گزارش می‌دهد. نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان به حکومت کشور توصیه داده است که از برگزاری چاره‌بینی‌های عمومی خودداری کند. مکتوب با دستور شهرها به دستگاه اجرایی پرزیدنت روز 16 مارس فرستاده شده است. در این باره خبرگزاری آزیا پلوس خبر داده نوشت که نسخه مکتوب در اختیار این رسانه قرار دارد. در نامه سازمان جهانی تندرستی دعوت کرده است که به تشکیل چاره‌بینی‌های عمومی نمایشی که از سبب خیلی سیر ازدحام بودنشان برای سالمی جامعه عاقبت‌های منفی داشته می‌توانند توجه جدی ظاهر شود. گفته می شود اکثر منبع‌های حجتی تصدیق می کند
که چاره‌بینی‌های عمومی به پهنشوی بیماری‌های سیرایتی مساعدت کرده می‌توانند. قرار دایر به تشکیل چاره‌بینی عمومی یا جاری کردن محدودیت، موقوف گذاشتن یا بیکار شدن برگزاری آن باید به ارزیابی دقیق خوف‌ها اساس یافته باشد. در رابطه با مبارزه با نوع کرونا ویروس کووید 19 سازمان جهانی تندرستی چنین می‌شمارد که تدبیرهای مسافه‌گیری اجتماعی و چاره‌های به کرانتین گرفتن باید بر اساس مؤثر جاری شده رعایت دقیق آنها ضرور است. همچنین در نامه خود سازمان جهانی تندرستی توصیه داده است که چاره بستن مکتب‌های تحصیلات عمومی و عالی موافق امکان به کار فاصله‌ای گذرانیدن تشکیلات و کارخانه‌ها به حد نهایی کمترین رسانیدن فعالیت نقلیاتی جمعیتی در وقت‌های از همه سیر ازدحام و موقوف گذاشتن سفرهای نه آنقدر حتمی اندیشیده شود. سازمان جهانی تندرستی توصیه می‌دهد که قاعده‌های گیگینه و تدبیرهای پیشگیری اینچنین دست کشیدن از حضور در جایهای سیر ازدحام و جمع‌شوی آدمان قطعاً رعایت کرده شود. یادرس می‌کنیم که در تاجیکستان چند هفته این جانب به تجلیل جشن نوروز آمادگی‌ها جریان دارند. طبق معلومات گوناگون در این چاره‌بینی‌ها از 7 تا 12,000 نفر خوانندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی و دانشجویان اشتراک می‌کنند. با تجلیل جشن نوروز سطح جمهوریوی با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر خوجند همه راهبران نمایندگی‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه دعوت شدند. عالمان چینی نقطه ضعف کرونا ویروس سارس کووید 2019 را معین نموده راه نوی واردشوی کرونا ویروس به تن انسان را معین و انیق کردند که چگونه آن را به ضرر گردانید. در پی تحقیقات عالمان به خلاصه آمدند که سارس کووید 19 به واسطه CD14 که آن در نوع تارهای عصبی حس کننده جایگیر است به حجیره‌های بدن انسان وارد می شود. تحقیقات ضد ویروسی در شیشه معیار نشان داده است که مپلازوماب دارویی که در اساس ماده‌های جسمی بیگانه آماده می شود به طور نظررس مانع واردشوی ویروس‌ها به حجیره‌های تن انسان می گردد. عالمان ساحه میگویند بر اساس نتیجه‌های به دست آمده می توانند داروهاری‌های آنتی ویروسی را برای کرونا ویروس ایجاد کنند. قبلا خبرها نشر شده بود که طبیبان مرکز ملی رشد بیوتکنولوژی چین داروی مؤثر با نام علیه مریضی کرونا ویروس را ساخته آن را در 320 مریض کرونا ویروس آزمایش نمودند و نتیجه نیز با ثمر بوده است. با گفته پزشکان نفرانی که داروی اویگان استعمال نمودند طبی آنها دوام 2 روز معتدل شده همزمان دوام 4-5 روز از سلفه نیز رها شدند. ضمناً با گذشت 4 روز مریضانی که این دارو را خورده بودند نتیجه تشخیصی آنها منفی برآمده آنها کاملا صحت یافتند. محاربه حبیب نور محمدوف رزمکار داغستانی با رقیب امریکایی‌اش تونی فرگیوسون در شهر نیویورک رسما قطع شد. سازمان ورزشی رزمایشی بدون قاعده اوفیس مجبور شدند که مسابقه اوفیس 249 را در نیویورک به سبب خطر پهنشوی کرونا ویروس پررا قطع کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی مسابقات اوفیس خبر داده گفته است رقابت حبیب و فرگیوسون در نیویورک دایر نمی شود. با اطلاع منبع این تصمیم طبق دستورهای کمیسیه دولتی ورزشی نیویورک اینچنین با محدودیت‌های ایالتی نیویورک که گذرانیدن چاره‌بینی‌های عمومی را منع می‌کند قبول کرده شده است. میبایست محاربه حبیب نور محمد قهرمان اوفیس و تونی فرگیوسون 18 اپریل در نیویورک دایر شود. حالا کمیته تدارکات اوفیس درباره سنه و مکان نوی مسابقه اوفیس 249 قرار قبول میکند که در کجا و چگونه باید دایر شود. دانا وایت راهبر اوفیس گفته است توصیه شده است که در تالار نباید از 10 نفر زیاد حضور داشته باشد که این غیر امکان است. ما این کار را کرده نمیتوانیم. ما همه طلبات طبیبان و حکومت را اجرا کردیم اما حالا بغیر از به تأخیر گذاری مسابقه دیگر علاج نداریم. این در حالی است که هفته گذشته دانا وایت گفته بود از پی جستجوی مکانی نو برای قوه آزمایی نور محمدوف و فرگیوسون است و احتمالاً این محاربه بدون تماشابین
و بیرون از امریکا دایر شود. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.